6 دی ماه 1396 مجید انتظامی، آهنگساز بزرگ کشور، در گفتگویی اعترافی کرد که شاید در 40 سال گذشته کمتر شنیده شده بود. جایزه موسیقی فیلم بایسیکل ران محسن مخملباف متعلق به عباس مهرپویاست، زیرا نواختن سیتار او در موسیقی که من برای آن فیلم ساختم باعث تمام جذابیت موسیقی فیلم و حتی خود فیلم شد. دهه 1330 موسیقی ایرانی در حال شکوفاییه و هر روز آثار تازه‌ای از رادیو به گوش مخاطبان میرسه. سنتگرایان موسیقی حرف اول رو در موسیقی ایرانی میزنن و نبض سلیقه موسیقی در دستان اونهاست. افسونگران دختر ناز دارد بر سر افسر ناز، چون شبنم بر چهره گل میغلد. در این میان پسری 30 ساله در انجمن هنری آن موقع سازی در دست گرفته که قبلا در موسیقی‌های غربی شنیده می‌شده و حالا با زبان فارسی در حال نواختن آهنگی ایرانی است. یک شب گفتار افسونگر بگذر بر محفل ما بگذر، در کن آن نغمه جان پرور، بیا 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 بیا. عباس مهرپویا متولد سال 1306 در محله عین‌الدوله تهران در خانواده ارتشی به دنیا آمد. عباس مهرپویا از کودکی علاقه وافری به موسیقی و هنرهای تجسمی داشت و هرچی می‌گذشت کم کم علاقه‌اش به موسیقی بیشتر می‌شد و اوقاتش رو با موسیقی پر می‌کرد. دهه 20 زندگی مهرپویا دهه‌ای بود که مهرپویای جوان را با ساز عود آشنا کرد و توانست پیش یک نوازنده عرب تبار به نام احمد علی این ساز را آموزش ببیند و وقتی پرده‌خوانی اجرا می‌کرد این ساز عود مهرپویا بود که همه را به وجد می‌آورد و این گونه ساز عود را به مردم معرفی می‌کرد. نسیم سرد مهرگاه ز مرگ گل خبر دهد. دهه 30 آغاز شکوفایی مهرپویا بود. اون تونست موسیقی فیلم جدال با شیطان به کارگردانی حسین مدنی بسازه و اولین ساخته و اجرای موسیقی فیلم رو تجربه کنه. ای عشق ای شعله سوزان آتش زن بر دل و بر جان، ای شمع روشن. اما این موفقیت برای عباس مهرپویای جوان کافی نبود و دوست داشت بیشتر یاد بگیرد و در آن زمان بود که نواختن گیتار را نزد یک استاد ایتالیایی به نام آرماندو شروع کرد و در نواختن این ساز متبحر شد. در سال 1336 بود که مهرپویا با خرید ساز گیتار برقی و آوردنش به ایران برای اولین بار قطعه ایرانی به نام کلبه سرخپوست‌ها را با آن اجرا کرد و تحولی جدید در اجرای موسیقی ایرانی با سازهای غربی ایجاد کرد. در اون زمان هنرمندان دیگه‌ای مثل ویگن و محمد نوری پس از مهرپویا جسارت این کار رو پیدا کردند و شروع به نواختن و خوندن آهنگ‌های ایرانی با تلفیق سازهای غربی کردند. باد سحر میبرم تنها ز دیاری دورم، یک شب بسوزد آخر بالا سر من، افشان کند نصیری خاکستر من، افشان کند نصیری خاکستر. در همین زمان مهرپویا تصمیمی جدید در موسیقی سبک خودش گرفت و آن خوانندگی در کنار آهنگسازی و نوازندگی بود. مهرپویا تصمیم به خواندن می‌گیرد و به عنوان خواننده در جامعه موسیقی شناخته می‌شود. خوانندگی و آهنگسازی او مورد قبول افراد زیادی از اهالی موسیقی نبود و همیشه با نیش و کنایه موسیقی و صدای مهرپویا مورد تمسخر و القاب نامناسب قرار می‌گرفت. اسیر باران شکست قایب به موج طوفان، نپیچد امشب در آسمان ترانه های ماهیگیران، به چشم دختری باد روان شود ستاره ها جدا ز آسمان شود.
صدای مهرپویا باس باریتون بود و این نوع صدا در موسیقی ایرانی بسیار کم بود و همین باعث بحث و اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان صدای مهرپویا میشد. اما همیشه آهنگهایش در بین مردم طرفداران زیادی داشت. اواخر دهه 30 ترانه مرگ قو با شعر مهدی حمیدی شیرازی توسط خود مهرپویا ساخته و خوانده شد و با استقبال مخاطبان مواجه شد. مرگ قو شروع سبکی جدید در موسیقی پاپ ایران بود. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرم. با این حال مهرپویا پژوهش و تحقیق درباره موسیقی را برای خود مهمترین کار می‌دانست. به همین دلیل بود که راهی هندوستان شد و حاصلش اتفاقی جدید در موسیقی ایرانی بود. او در بازگشت به ایران ساز سیتار که یک ساز ایرانی الاصل بود و طبق مدارک تاریخی توسط امیر خسرو دهلوی از ایران به هند برده شده بود و کم کم از موسیقی ایرانی خارج شده بود را بار دیگر وارد موسیقی ایران کرد که موفقیت‌های زیادی را در این زمینه برایش ایجاد کرد. از کجا آمدی بستر سرد که آتش زده ای تن آلوده افتاده ز پا. او در زمان خود تنها نوازنده چیره دست ساز سیتار در ایران بود و با تسلطی که بر آن داشت کوشید که نوای این ساز را با موسیقی پاپ ایرانی تلفیق ساخته و ملودی‌های تازه‌ای را خلق نماید و از آنها به عنوان اولین موسیقی‌های تلفیقی از ادامه فعالیت باز ماند و کم کم از عرصه موسیقی فاصله گرفت و حتی آموزشگاه موسیقی او نیز پس از مدت کوتاهی تعطیل گردید. او تا پایان عمر در ایران ماند و به انجام کارهای هنری و ساخت صنایع دستی پرداخت. قصه تلخ خدا هاست چو موج خسته‌ای رفتم. آخرین کار هنری او در بخش موسیقی بعد از سال 1357 همکاری او با آقای مجید انتظامی در موسیقی متن فیلم بایسیکل ران بود که در آن نوای سیتارش را برای آخرین بار به گوش علاقه‌مندان و هوادارانش رساند. عباس مهرپویا خرداد ماه 1371 در سن 64 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. کسی دیگر نمی کوبد در این خانه متروک را و من چون شب می سوزد و دیگر هیچ چیز از من نمی ماند. حیف از این عباس مهرپویا که رفت از بین ما. موقع مرگش نبود به هیچ وقت. عباس سالهای سال باز میتونست هنرنمایی کنه، اما مهرپویا با خلق صدها صفحه گرامافون و 4 آلبوم که به صورت کاست منتشر شد و موسیقی‌های بی کلام او بر روی فیلم‌های سینمایی و آثار خلاقانه خودش برای همیشه و همیشه ماندگار شد و به موسیقیدانان بعد از خودش یاد داد که همیشه با شکستن چارچوب‌ها میشه راه‌های جدیدی در موسیقی بودین. چه خواننده‌ای چه صدایی شما رو به وجد می آورد و عاشق موسیقی شده بود؟ والا من